میخوام یه کتاب بنویسم. چی؟ اسمشو بذارم پوست کلفت. چپتر به چپتر. به نظرم یه فکر دیگه ای بکنی. چپتر به چپتر قشنگ توضیح بدم که چه جوری الان پوست من 3 کیلومتر ضخامت داره. تمساحانه. قشنگ هممون تمساح و کرگدن شدیم. آره. باحاله. من داشتم چند وقت فکر می‌کردم، میگم آجی اگه دنیا مثلا سیمولیشن هم باشه، مثلا تو ماتریکس هم باشیم، واقعا دارم بهش ایمان میارم. مثلا ما رو گذاشتن رو وری هارد اکستریم داریم بازی میکنیم، بعد اینجوریه که احتمالاً تست سابجکت اینیم ببینیم انسان چقدر میتونه مقاومت دووم بیاره. آره. انسان چقدر میتونه خلاقیت نشون بده نسبت به شرایطش. ببین مثلا بعضی وقتا شب خوابیدنی اینجوری فلش بک میزنه، مثلا داستانایی که تو این چند وقت پیش اومده، اینجوری هم که آجی اینا رو من گذروندم. حالا فقط برای خودم هم نیست، مثلا اتفاقایی که مثلا برای تو و برای دوستای دیگه هم داره میفته، اونا رو بیرون نگاه میکنم اینجوری هم که یه دیگه خدایی پوست کلفتیم.